مجدد بریم سراغ ادامه کاری که ما جلسه پیش انجام دادیم. یه شمای کلی از سقفمون در آوردیم که ببینیم چه المانایی توش وجود داره و امروز خیلی متمرکزتر دیگه میخوایم بحث المانای سقف به پایان برسونیم و حالا چند تا از المانا هم برای نمونه کار طراحیش رو انجام بدیم. آخرین صحبتی که جلسه پیش داشتیم بحث روف بتنزا بود. این المان هایی که قراره که روی رفترهای ما و زیر تایلای ما قرار بگیره، یعنی در واقع اینجا مثلا یه سری المان ما داریم که به این شکل اینوری قراره که بیاد روی سقفمون قرار بگیره. ممکنه واسهتون سوال باشه که خب الان این المانی که اینجا میخواد قرار بگیره تا این انتها میخواد بیاد، خب تا بالاخره طول این روف بتنز محدوده دیگه، بالاخره مثلا 20 متر باشه، 5 متر باشه، 10 متر باشه، به چه شکلی میتونه باشه؟ اوورلپ مثلا باید داشته باشه، به چه شکلی میشه؟ واقعیت اینه که خب اینا یه محدودیت طولی دارن. حالا توی مشابه مثلا آرماتورای ما که مثلا شاخه‌های 12 متری داریم، این چوبا هم 5 متری، 6 متری، چیزی که حمل بشه کرد. ولی لازم نیستش که این روف بتن حتما به صورت یک سره یه تیکه بیاد اینجا قرار بگیره. این روف پتنز هم مثلا میتونه تا اینجا باشه، روف پتنز بعدی میاد کنارش پیچ میشه و ادامه ماجرا. یعنی نه بحث اوورلپی مطرحه، این که حالا دو تیکه هم باشه مشکلی به وجود نمیاره. و در ادامه صحبت های جلسه پیش هم اصلا لازم نیستش که اینجور المانا رو اما طراحی انجام بدیم واسش. یه نکته فقط اینجا وجود داره، این که ما این رفتری که اومدیم حساب کردیم، مثلا من اومدم روی این المان کلیک کردم و مثلا از توی قسمت پراپرتیز اومدم طولش رو خوندم، مثلا 2 متر و 20. خب این طول صافه که ما داریم میخونیم، در حالی که خب دیدیم دیگه ما یه سقف شیبدار داریم. یعنی عملا من بخوام طول واقعی این رفترم رو به دست بیارم، بایستی بیام طولی که اینجا دارم میبینم رو تقسیم بر کوسینوس زاویه شیب بکنم تا طول واقعی رفتارم به دست بیاد. مثلا این 2 متر رو 30 مثلا میشه 2.5 متر، 2.68، و بر اساس 2.60 برم کار طراحیم رو انجام بدم. خب حالا داشته باشیم، فعلا که نمیخوایم طراحی انجام بدیم ولی اینو تو ذهنمون داشته باشیم. خب ما جلسه پیش اومدیم 2 تا ریج بیم این بالا تعریف کردیم، 3-4 تا هم این پایین اومدیم تعریف کردیم. این ریج بیمای ما شد. یه سری رفتر خواهیم داشت. لازم نیستش که توی نقشه ها همه رفترها رو نشون بدیم، ما یه رفتر رو نشون میدیم و فلش میذاریم مشابه آرماتورا توی نقشه های مثلا فونداسیون، نقشه های دال ها، که ما یه دونه آرماتور رو نشون میدیم و فلش میذاریم، میگیم که آقا این آرماتور توی این محدوده قراره که اجرا بشه. به صورت مشابه هم الان اینجا ما داریم. مثلا این رفتری که من الان اینجا اومدم گذاشتم، این رفتر قراره که توی این ناحیه بیاد اجرا بشه، پس لازم نیست من هر 90 سانت 90 سانت مثلا بیام اینجا رفترم رو ترسیم بکنم. یکی رو بذارم با اون خط در واقع جارو بیایم نشون بدیم که کجاها این رفتر رو داریم. یکی این رفتره، یکی هم که طبیعتا این بالا من رفتر خواهم داشت، مثلا یه دونه من بیام اینجا بکشم رفترم رو. فقط حالا من فعلا بکشم، بعد در مورد یه موضوع دیگه هم صحبت میکنیم. مثلا من یه المانم بیام اینجا داشته باشم، مثلا از روی این خط تا اینجا این اضافات هم بیایم پاک بکنیم. این هم یه رفتار دیگه است که حالا بعدا نشون میدیم که توی چه محدوده، ولی میدونم از الان از اینجا تا اینجا قراره که این رفتار من باشه. و باز به صورت مشابه این بالا یه سری المان داریم که مثلا من میتونم بگم از اینجا تا اینجا مثلا رفتار بعدی منه. حالا باز رفتارها هم ما میتونیم یه لایه مجزایی واسه شون تعریف بکنیم و بگیم که آقا توی این لایه مربوط به رفتراست و مثلا حالا این فلان مقطعم در نظر بگیریم. مثلا یه خط من بیام اینجا ترسیم بکنم، مثلا اینجا به این شکل، و این المانم رو بیام کپی کنم روی اینجا.
مثلا یه همچین چیزی. خب این رفترهای قسمت‌های مختلف ساختمون من شد. حالا طول هر کدومو که میتونم داشته باشم تقسیم بر کوسینوسش بکنم، طول واقعیش به دست میاد و از اون ساپلیمنتی که جلسه پیش دیدیم میتونیم مقطع رفتر رو حساب بکنیم. چند تا فرض هم واسش می‌خوایم در نظر بگیریم. مثلا می‌خوایم فاصله رفتر رو از هم مثلا 90 سانتی باشه و سقفمون هم بار مردش 40 کیلوگرم در متر مربع. سقف سبک هستش. ما جلسه پیش گفتیم دو مدل سقف داریم، سقف 90 کیلویی و سقف 40 کیلویی، که حالا اینجا 40 کیلوگرم در متر مربع هم وزن بار مرده سقفمون در نظر خواهیم گرفت. خب از این موضوع ریج بیم و رفتر که بگذریم، حالا من اینا هم میخوایم یه در واقع لایه جدیدی واسش تعریف بکنم. مثلا من بیام اینجا یه لایه تعریف بکنم مثلا به اسم رفتر و مثلا یه رنگ شماره 3 هم بهش اختصاص بدیم. خب الان من این رفترام رو بیام توی لایه شماره 3 بذارم. خب ما یه سری اینجا در و پنجره داریم. مثلا اینجا یه همچین دری اینجا داشتیم، یا اطراف پنجره داریم. اینجا پنجره داشتیم که باز شو بود، اینجا به همین شکل، اینجا احتمالا یه پنجره ای بوده. این در و پنجره ها هم شما بیاین توی خود آیین‌نامه 1684 که در واقع جلسه پیشم گفتیم یه جورایی ملاک کار ما برای طراحی این مدل سازه های چوبی هست، نگاه بکنید ببینید یه چیزی داریم به اسم نلدرگاه، مشابه نلدرگاه های خودمون به اسم لینتل. لینتل چیه؟ لینتل المانیه که بالای در یا پنجره قرار میگیره و وزنهایی که داره از بالا میاد رو تحمل میکنه. خب اینجا هم پس باید ما همچین چیزی داشته باشیم. یعنی من هر جا که در یا پنجره دارم باید یه لینتلی هم واسش داشته باشم تا بتونه بارایی که داره از روش وارد میشه رو منتقل بکنه. به صورت کلی ما دیوارهای باربرم، مدل سازه های چوبی به این شکل هست، مگر اینکه حالا یه جای خاصی شرایطی باشه که ما نخوایم اون دیوار رو باربر در نظر بگیریم، ولی به صورت کلی دیوارهای چوبی ما همه باربر هستن. یعنی تمام این چیزایی که شما اینجا دارین میبینین قراره که وزن تحمل بکنن. پس از این بابت نگرانی نداریم که الان این المان من مثلا کجا داره وزنش قرار میگیره و اینها. نه. خب من بس میام در وهله اول اصلا همین الان میام یه لایه دیگه هم تعریف کنم. اینکه مدل دیوارهای ما چی باشه. حالا دیوار باربر هست سر جای خودش، ولی چوبی باشه، آجوری باشه، بتونی باشه، چیزهای مختلف باشه هم در موردش صحبت خواهیم داشت. مثلا اسمشو بذارم لینتل یا اصلا RL خالی بذارم چون اسمان خیلی طولانی. روف لینتل. خب این روف لینتل ما مثلا یه رنگ شماره 4 داشته باشه و بیایم ترسیمش بکنیم. چون اینجا آر بی گذاشتیم ریج بیمو، بیایم با همین مخفف کار باشی برای منظرم بهتر. مثلا من یه روف لینتل اینجا دارم، از اینجا به اینجا روف لینتل اول منه، یه روف لینتل دیگه اینجا دارم، وسط دیوارم بیام یه لینتل رد بکنم دیگه. مثلا اینجا یه روف لینتل دارم، پس هر جایی که ما دری پنجره بازشویی داریم همچین چیزی هم واسش بیایم و در نظر بگیریم دیگه. مثلا اینجا داریم
دیوارهای ما به صورت کلی چند مدل میتونه داشته باشه. اینکه دیوار ما آجری باشه، چوبی باشه، حالتهای مختلف باشه، این چیزی نیستش که من مهندس سازه بخوام تصمیم بگیرم که چه مدل دیواری توی سازم بذارم. در واقع یه تصمیمیه که کارفرما با همفکری آرشیتکت میگیره که آقا مثلا من میخوام دیوارای این سازم مثلا چوبی باشه، میخوام آجوری باشه. یا یه مدل دیوار دیگه هستش به اسم بیریک ونیر، یعنی ترکیبی هستش از چوب و آجر. بسته به این که ما کجا داریم ساختمون رو میسازیم شاید بتونیم بگیم که تعیین میشه که از چه مدل دیواری کارفرما تصمیم میگیره که استفاده بکنه، بسته به اینکه نوع خاک منطقه به چه شکلی باشه. اگه خاک سستی باشه، حالا ما سر جای خودش که میخوایم در مورد فونداسیون صحبت کنیم بیشتر این بحث رو باز میکنیم. خب دیوارهای آجر دیوارهای سنگین تری هستن. طبیعتا وقتی که دیوار سنگین میشه نتیجهش این میشه که نیاز به فونداسیون‌های بزرگتری هم داریم. حالا از اون طرف اگه خاک ضعیفی داشته باشیم فونداسیون ما دیگه خیلی بزرگ میشه. روی این حساب جایی که خاک ضعیفتره معمولا کارفرماها سراغ دیوارهای آجوری نمیرن. مدل‌های مختلف دیوار هست، حتی دبل بریک هم هستش، یعنی 2 لایه آجر. خب بعضی از کارفرماها دوست دارن بالاخره شاکله خونه رو خیلی محکمتر نشون میده وقتی که 2 لایه آجر رو من میام تو ساختمونم استفاده بکنم. ولی خب از اون طرف اگه ساختمون من میگم توی شرایطی باشه که خاک ضعیفی اونجا وجود داشته باشه شاید خیلی توجیهی نداشته باشه. یه مدلی که خیلی عرفه در حال حاضر، حالا کارهایی که من دیدم، ساختمونای بریک وینیر هستش، یعنی ساختمونی که نمای آجری داره ولی از داخل چوبیه، یعنی خود اون اسکلت چوبیه که داره وزنها رو تحمل میکنه ولی یه نمای آجری هم واسش در نظر گرفتن. خب من تقریبا درگاهامو تا حد زیادی فکر میکنم گذاشتم. حالا این یکی هم بیام لایش رو درست بکنم. وقتی که ساختمون ما آجریه یه شرایط خیلی راحت تر میشه. وقتی که ما دیوارهای ما به صورت کامل آجری هست دیگه میتونیم بگیم که تقریبا کارمون همینجا تمومه. یعنی من یه سری المان تعریف کردم برای سقفم، ریج بیمام، رفترام، حالا لینتلام، و از اینجا به بعد دیگه آجره دیگه. خود آجر دیوار باربره و بارا رو منتقل میکنه به زمین و تمام. اگه ساختمون من آجوری باشه، یعنی معمار به من بگه که آقا این ساختمون دیواراش آجوری. اما در غیر این صورت یه دونه هم اینجا جا مونده، این هم اضافه کنم. اگه دیوارای من آجر نباشن، چوب باشن، کار ما خب ادامه داره، بایستی یه مقدار ادامه بدیم. یعنی این دیوار آجوری من، دیوار چوبی من خودش میخواد دوباره دیوار باربره دیگه، یه سری المان باید توش قرار بگیره. خب الان من یه دونه المان لینتل اینجا گذاشتم، یه مقدار بار داره روش میاد. خب این باره کجا باید بره؟ از طریق یه المانی اینجا باید منتقل بشه به طبقه پایین که بهش میگیم دبل استاد. دبل استاد چیه؟ دبل استاد عملا یه ستون مثلا در نظر بگیرید، یه ستون چوبی که یه عرفی هم داره. من یه پینتی باز بکنم. دبل استاد از بالا که نگاه میکنیم یه مربعه، یه مربعه ولی در واقع 2 تا چوبه، 2 تا چوب این شکلی کنار هم قرار گرفته شده که بهش میگن دی اس، دبل استاد. این چوبا چیه؟ این نرمی داره که دارم خدمت شما عرض میکنم. در واقع 2 تا چوب 90 در 45، 9 سانت در 4.5 سانت. به چه جنسی؟ MGP10. یه مقدار جلوتر در مورد MGP10 و اینا که حالا جلسه قبلم یه اشاره بهش داشتیم صحبت خواهیم داشت. این دبل استاد رو ما کجاها باید قرار بدیم؟ جاهایی که
یه سری المانای سقفی داشتیم، داره از بالا میخواد بار منتقل بکنه به پایین. مثلا الان من اینجا این لینتلی که گذاشتم، خب بارش چجوری باید منتقل بشه؟ اینجا من یه دبل استاد باید بذارم. دبل استاد توی دیوار چوبی من اولا قرار میگیره، این بالا به همین شکل. پس هر جایی که من لینتل دارم میتونم بگم که این دبل استاد رو هم خواهم داشت. جایی که رفتر دارم دبل استاد میخواد؟ نه. برای چی؟ واسه اینکه این رفتر من از یه طرف که داره روی ریج بیم من میشینه، از سمت دیگه هم حالا مثلا اینجا داره روی همون دیوار باربره میشینه. خود این دیوار باربره و خود این دیوار، حالا باز جلوتر خواهیم دید، دیوار چوبی که باربره یه سری پست داره تو خودش که بخواد بار رو منتقل بکنه از بالا به پایین. عملا این رفترهای من داره بارشون روی اون پستا میاد، روی اون استادا میاد، حالا منتقل میشه به زمین. ولی یه جایی مثل اینجا که من یه لینتل بزرگی دارم، یه بار بیشتری داره منتقل میکنه، دیگه من نمیتونم بگم که آقا همون استادایی که تو دیوار هستش داره مقاومت میکنه، دبل استاد میذاریم. یعنی اون استادی که وجود داره یکی استاد دیگه میان کنارش میذارن دبل بشه، دوتایی بشه. خب یعنی من بیام اینجا مثلا یه دبل استادی بکشم، مثلا 90 در 90. لایش هم همون لایه صفر باشه، حالا سفید باشه بهتر دیده بشه. یه جوینش هم بکنم که بهتر معلوم باشه. خب بیایم مثلا این کجا قرار میگیره؟ مثلا این دبل استاد من میاد روی اینجا قرار میگیره. حالا من میخوام هچشم بزنم که بهتر دیده بشه، اون توی دیوار که قرار میگیره بهتر دیده بشه. مثلا یه همچین حالتی باشه دیگه ها، مثلا رنگش هم بیام سفیدش کنم. خب این میاد اینجا، این شد دبل استاد. پس من هر جایی که شرایط مشابه دارم بیایم دبل استادم بذارم. مثلا اینجا یه دبل استاد میخوام دیگه، مثلا اینجا یه دبل استاد میخوام، بیام اینجا دبل استاد بذارم. بعضا ممکنه که این دبل استادا فاصلهشون نسبت هم کم باشه و تو نگاه اول ببینیم که آقا مثلا این دوتا رو بیایم دوتا یکی کنیم. در مورد اینم صحبت خواهیم داشت که کجاها ما میتونیم این در واقع کار رو انجام بدیم. حالا واسه اینکه فیلم طولانی تر نشه دیگه ادامه نمیدم، ولی بدون که یه همچین شکلی این دبل استادا رو هم ما داریم قرار میدیم. حالا یه تکست هم که دارش بنویسیم مثلا این دی اس دبل استاد. خود دبل استاد هم باید طراحی بشه، یعنی این شکلی نیستش که من هر لینتلی داشته باشم، هر المانی داشته باشم میگم که آقا این بارش از طریق دبل استاد منتقل بشه. خب طبیعیه، ممکنه که این بار المان تیر من زیاد باشه، دبل استاد پاسخگو نباشه. این هم هست. پس خود این دبل استاد هم باید طراحی بشه، ولی به صورت کلی در اکثر مواقع میتونیم بگیم که این دبل استادا دارن جوابگوی نیاز ما هستن، مگر در شرایط خاص که باز جلوتر خواهیم دید. این است. جدای از این که این دبل استادی که ما اینجا صحبت کردیم در واقع المانی بود که از لینتل داره بارو منتقل میکنه به طبقه پایین. جدای از این دوستان اینجا رو نگاه بکنید، این ریج بیمی که ما اینجا داریم، خب ما یه سقف شیب دار داریم. مثلا تراز ریج بیم من مثلا الان 8 متره مثال. این لینتلی که من اینجا رد کردم، خب نل درگاه پنجره دیگه، مثلا این ترازش 5 متره مثال. پس عملا این المان ریج بیم من نسبت به این لینتله یه 2-3 متر بالاتره. واسه این که این المان هم به شکل درستی بارش منتقل بشه به لینتلم، لازمه که یه دبل استادم اینجا بیام قرار بدم. مثلا اینجا من یه دبل استاد باید داشته باشم که از ریج بیم من بار منتقل بکنه به لینتل.
و طبیعتا زمانی که میخوام لینتلم رو طراحی بکنم باید حواسم باشه که آقا روی این لینتل من یه بار نقطه‌ای هم اومده قرار گرفته. بیایم یه ذره این دبل استادامون رو کامل کنیم. مثلا من اینجا هم یه دبل استاد دارم، مثلا من اینجا یه ریج بیم دارم، اینجا هم یه دونه دارم. طبیعتا این دیگه یه دونه دبل استاد میتونه داشته باشه دیگه، اصلا دو تا دبل استاد اینجا کنار هم جا نمیشه که. پس ما حالا فعلا همین شکلی، حالا اینکه جاش رو باید تنظیم و دقیق کنیم که طبیعتا شما خودتون بهتر میدونید. این باید دقیقا این زیر بیاد قرار بگیره. مثلا من اینجا یه دونه خواهم داشت، مثلا اینجا یه دونه بیایم بذاریم، اینجا یه دونه خواهم داشت دیگه. اینجا تقاطع این لینتل و ریج بیم من دبل استاد خواهد بود. مثلا اینجا خواهم داشت جای مختلف. ما دیگه میتونیم بگیم که حالا این دبل استادا هم که بذاریم، میتونیم بگیم که تقریبا کار تیرریزیمون تموم شده. المان‌های مختلف رو اومدیم تعریف کردیم. مثلا یه دونه دبل استادم اینجا بذارم که تأکید این مورد رو عرض بکنم خدمت شما. اینجا هم دبل استاد داریم، یعنی این دوتا ریجی که داریم از طریق یه دبل استادی، یا شاید هم مقطع قوی تر از دبل استاد، حتی بارش باید بیاد منتقل بشه به این لینتلی که این زیره، و از طریق این لینتل هم دوباره دو تا المانی باید دو طرف داشته باشیم که بارش منتقل بشه به دیوارا و طبقه پایین. کلیاتی همچین چیزی شد. المان‌های مختلفمون رو اومدیم ترسیم کردیم و هر کدوم دیگه آماده است تقریبا میتونیم بگیم برای بحث طراحی. طراحی رو به چه شکلی انجام میدیم؟ با یه نرم افزاری به اسم استراکچرال تولکیت در حد نیازمون در موردش صحبت خواهیم داشت. خب عزیزان، من مدل اومدم کامل کردم، حالا واسه اینکه الکی وقت کلاسمون هم طولانی تر نشه، با همون دست فرمونی که صحبت کرده بودیم رفترامون رو قرار دادیم، اون خط جاروش رو کشیدیم و لینتلا و نمیدونم ریجویمایی هم که داشتیم و دبل استادا و الا آخر المانایی بود که وجود داشت و حالا اومدیم تکمیلش کردیم. خب کاری که الان میخوایم انجام بدیم دیگه، میخوایم شروع بکنیم به طراحی این المان ها. واسه اینکه ما طراحی بکنیم المان هامونو، لازمه که از المان هایی که رو المانای کمتری تأثیر گذارن شروع بکنیم. منظور من اینه که مثلا فرض کنید که من میخوام این لینتل رو طراحی بکنم. خب این لینتلی که من میخوام طراحی بکنم یه باری روش اومده از طریق این ریج بیمه قرار گرفته. خب من که اون بار رو الان ندارم، چون اون بار رو ندارم عملا الان نمیتونم این المان رو به شکل درستی بیام طراحی کنم. پس قبلش لازمه که بیام این ریج بیمه رو طراحی بکنم. پس عملا ما باید جایی شروع کنیم که تأثیر کمتری روی المانهای دیگه، المان مد نظرمون داشته باشه. خب مثلا از رفترها میایم شروع میکنیم. رفترها جاییه که خب بار دیگه ای روشون نیست، صرفا بار خودشه و قراره که منتقل بکنه به در واقع قسمت های دیگه ساختمونمون. خب این رفتر رو من بیام یه پراپرتیس بگیرم ازش، هم کنار باشه، من رو هر المانی که کلیک میکنم طولش رو بتونم ببینم. این رفتر من مثلا الان طولش اینجا 2 متر و 20. خب این 2 متر و 20 هم صحبت کردیم 2 متر و 20 طول مستقیمشه. من اگر بخوام طول با زاویهش رو پیدا بکنم باید ببینم که در اول شیب سقف چقدره. خب تو نقشه های معماری احتمالا باید اومده باشه بحث شیب سقفمون. بله اینجا اومده. شیب سقف ما 30 درجه است. خب من بیام اینجا کار طراحی رو انجام بدم، بگم که آقا یه المان 2 متر و 20 من دارم، المان 2200 تقسیم برای کوسینوس 30 درجه. من بیام در وهله اول این کوسینوس 30 درجه رو در بیارم، این ماشین حسابم رو چیزش بکنم که کوسینوس و اینا هم توش داشته باشه.
مثلا بگم که آقا 30 درجه کوسینوسش چقدر میشه؟ میشه 86 صدم، 87 صدم. خیلی خوب. 2 متر و 20 تقسیم بر 87 صدم مثلا میشه 2.5 متر، 2 متر و 53 سانت. بر اساس 2.5 متر من بیام این رفترم رو طراحی بکنم. دو تا راه حل داریم. راه حل اولش مشابه صحبتی که جلسه پیش داشتیم، بریم از توی ساپلیمنت ببینیم، کار غلطی هم نیست. بریم از توی ساپلیمنت ببینیم، خواهیم یه بار دیگه این کار رو انجام بدیم که بهتر دستمون بیاد روند به چه شکلی بود. بیایم توی کدامون و ساپلیمنت 1684. خب بیایم اینجا. فکر کنم حدود صفحه 200 این حدود بود که در مورد رفترها صحبت شده بود. اینه که تایروف، لینتل، میبینید همه چی اینجا هست. یعنی شما کل طراحیتون رو میتونید از طریق همین ساپلیمنت پیش ببرید. جدول آماده که اومدن وقت گذاشتن و خب درست کردم برای المان‌های مختلف. من الان رفته رو اینجا پیدا بکنم با تمپلیت. فکر میکنم رد شدم، پایین تر بود. کلا یه مشکلی که من همیشه با فایل‌های PDF دارم، تو PDF پیدا کردن یه ذره کار سخت‌تره. یعنی مثلا کتابی چیزی باشه خیلی راحت‌تر آدم اون چیز مد نظرش رو پیدا میکنه، ولی تو PDF سخت‌تر. من اصلا فیلم متوقف کنم که پیداش بکنم. خب اینجاست رفتر، صفحه تیبل 29. اینجا شرایط مختلف اومده. من الان برای مثلا 2.5 2 متر و 60 برای این حدود میخوام کار طراحی ما انجام بدم. فاصله رفترها میخوام 90 سانتی از هم باشن. فاصله رفترهای من که 90 سانته، ببینم که چی میتونم قرار بدم. مثلا اینجا رو شما ملاحظه بکنید، این 2.5 متره. فاصله رفترها از هم 90 سانت. دهنه من 2 متر و نیمه. بار مورد 40 120 در 35. حالا من میتونم یه شماره بالاترم ببرم، مثلا بکنم 120 در 45. حالا 2.5 متر هم یه ذره بیشتر شاید بشه دیگه. 120 در 45 تا 2 متر و 80 جوابگوه. حالا من مثلا 2 متر رو مثلا 50 60 داشتم دیگه. حالا نسبت تنشم رو روی یک شاید 90 من بهتر باشه. مثلا 120 در 45 MGP10 مقطع مناسبیه برای این رفتر. به همین شکل من میتونم بیام المان‌های مختلف هم متناسب با این ساپلیمنت حساب بکنم. درست هم هست، کاری هم باش نداریم، ولی خب میخوایم یه کار جنرال تر هم انجام بدیم. من این فایل رو ببندم. بیایم یه برنامه‌ای باز بکنیم به اسم استراکچرال تولکیت. استراکچرال تولکیت رو توی جلسه بعد در موردش صحبت خواهم داشت.